قصه ما مثل شد. به نام خداوندی مهربانی. سلام دوستانی خوبم. سلام به شما که همراه همیشگی برنامه‌های رادیو مهر هستید. همچنان با ما همراه باشید تا با قسمتی دیگر از برنامه قصه ما مثل شد در خدمت شما باشه. مدینه حیدرزاده هستم و باعث افتخار است که میتوانم بار دیگر در کنار شما دوستان باشم. شنوندگان عزیز، دوستان و همراهان محترم، همانطور که همه شما میدانید، یکی از مهمترین خواسته های ما جوانان این است که هم خودمان هم علاقه ها و سلیقه هایمان از سوی اطرافیانمان درک شود، یعنی دیگران ما را بفهمند. اصلا همین فهمیدن و فهمیده شدن یکی از نیازهای مهم بشر است که زیربنای بسیار از روابط عاطفی و اجتماعی است. خب، یکی از راه‌های درک کردن و فهمیدن دیگران داشتن اطلاعات از آنها و موقعیتشان است که به ما کمک می‌کند تا یکدیگر فهمی بیشتر با آنها داشته باشیم. حتما همه ما با افراد مواجه شده ایم که بدون اطلاع از شرایط و موقعیت طرف مقابل بسیار زود قضاوت کرده و شروع به سرزنش و یا نصیحت کردن میکنند. در این گونه موارد میگویند سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه. یکی از موقعیت‌های دیگر که این مثل را به کار می‌برند زمان است که کسی وضع زندگیش خوب است و در خوشی و شادکامی به سر می‌برد و از حال آدم‌های تهیدست و بینوا خبر ندارد، ولی آنها را به آرامش و صبر دعوت می‌کند. اینجاست که به آنها می‌گویند سواره از پیاده خبر ندارد، سیر از گرسنه. دوستان عزیز، اگر موافق باشید در ادامه ببینیم چه اتفاقی باعث پیدایش این ضرب المثل گشته است. در زمانهای قدیم، یعنی سالها پیش که مردم به وسیله حیوانات مسافرت می‌کردند، مرد به قصد تجارت از شهر خود خارج شد و آذوقه کمی برداشت. او سواری بر شترش به دل کوه و بیابان زد. مرد رفت تا نزدیک ظهر تمام آذوقه و آب و خوراکی که همراه خود داشت خورد و دوباره شروع به حرکت کرد. او هرچی پیش می رفت جز شنزار و بیابان هیچ چیزی دیگری نمی دید. مرد کم کم متوجه شد که راه را گم کرده است و ممکن است شب در این بیابان تنها بماند. از قضا مرد دیگری که راهش را گم کرده بود هم در این بیابانی بی آب و علف سردرگم شده بود. فقط با این تفاوت که مرد دوم با اینکه پیاده حرکت کرده بود ولی به اندازه کافی آذوقه و آب و خوراک همراهش بود. مرد پیاده چون مرکب نداشت و حیوان همراهش نبود خیلی خسته بود. رو به مردی سواره کرد و گفت: ای برادر، خستم، جان به دست و پایم نمانده است. خواهش میکنم مرا هم سوار شترت کن و به شهر برسان. اما از آنجایی که بخچه قشنگ بر دوش مرد پیاده بود، مرد سواره گفت: چرا نمی روی این بخچه را بفروشی و به جایش یک الاغ بخری؟ مرد پیاده لبخند زد و گفت: آخه نمی توانم، این بخچه تمام زندگی من است. و بعد التماس کرد که او را هم سواری بر شتر کند.
مردی سواره با اخم به مرد نگاه انداخت و گفت شتوری من بچه است. طاقت ندارد و فقط یک نفر میتواند بر آن سوار شود. مردی سواره این را گفت و براهش ادامه داد. زمان گذشت. مردی پیاده از بخچه‌اش نان و خرما خورد و براهش ادامه داد. در میانه راه به مردی سواره رسید. مردی سواره روی زمین نشسته بود و شکمش را میمالید. در همین هنگام به مردی پیاده گفت برادر، گرسنه هستم. اگر ممکن است نان و آب به من بیده. مردی پیاده نیشخندی زد و گفت این شتر را بفروش و نان و خرما بخر و آن را بخور و بعد به سفرت ادامه ده. مردی سواره لبخند زد و گفت آخه نمیتوانم، این شتر یاوری من است. مرا از این آبادی به آن آبادی، از این شهر به آن شهر میبرد. بعد با التماس به مرد پیاده گفت خواهش میکنم لقمه نان بده، خیلی گرسنه‌ام. مردی پیاده با اخم به مردی سواره نگاهی کرد و گفت بخچه من کوچک است. نان و خرما به اندازه یک نفر جا میگیرد و فقط یک نفر را سیر میکند. مردی پیاده این را گفت و رفت. مدت بعد هر دو مرد از حال رفتند و شتر که تحملش در بیابان زیاد است و آب و غذای کم نیاز دارد، بخچه را به دهان گرفت و در بیابان شروع به حرکت کرد تا اینکه به یکی از روستاهای آن اطراف رسید. در ورودی آنجا وقت مردم شتر را با آن بخچه دیدند، فهمیدند فرد در راه مانده است. چند نفر از اهالی آنجا در جستجوی مسافری که در راه مانده است به دنبال شتر به طرف بیابان براه افتادند. هنوز راه زیاده نرفته بودند که به مردی پیاده رسیدند. او خسته روی زمین افتاده بود. او را سواری بر اسب کردند. کمی آن طرفتر مردی سواره را هم که از شدت گرسنگی روی زمین افتاده بود دیدند. آنها او را نیز سواری بر اسب به شهر بازگرداندند و از آن پس بیخبری سیر از گرسنه و سواره از پیاده ضرب المثل خاص و عام شد. بله عزیزان، کسی که طعم فقر و محرومیت را نچشیده حال فقرا را نمیتواند درک کند. کسی که درد و سختی نکشیده قدر عافیت و سلامتی را هم نمیداند. این بود حکایت و سرگذشت جالب این ضرب المثل تاریخی که با هم شنیدیم. دوستان خوبم، شما شنونده برنامه قصه ما مثل شد بودید. امیدوارم از این بخش هم لذت برده باشید. با نهایت سپاسگزاری از همراهی شما خوبان، همه شما عزیزان را تا برنامه بعد به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.